کاهش دلار در بازار اسعار تاجیکستان پیش از همه به صاحبکارانی ضربه میزند که مال خود را از خارج وارد میکنند. الهام در مرکز دوشنبه مغازه فروش لباسهای زنانه دارد. به گفته این صاحبکار داد و گرفت با دلار انجام می شود. ما اساساً مال را از ترکیه، سنت پترزبورگ و پکین با دلار می خریم. اگر در بازار دلار نباشد پس مال و محصولات هم نمی شود. اگر مال نباشد پس طلبات هم از بین می رود. به قول کارشناسان کمچین شدن دلار در تاجیکستان چند عامل دارد. بنابر شروع موسم کشت و کار از خارج واردات تخمی و نوری مینرالی، نهال و مواد سوخت افزایش یافت. این محصولات نیز اکثراً با دلار خریداری می شود. سبب دوم این کم شدن انتقال پول مهاجران از روسیه است. مهاجران معمولاً در نیمه دوم سال بیشتر پول می‌فرستند. همزمان وابستگی اقتصادی تاجیکستان به روسیه و قرب روبل روسی نیز نقش مهم می‌بازد. مهاجران پولهای خود را به خانواده‌هایشان با روبل روسی انتقال می‌دهند. بانک‌های تجارتی توسط مزایده‌های بانک ملی یک مقدار اسعار خارجی را می‌فروشند. بعداً بانک ملی این اسعار خارجی را به بازار می‌برد و با این وسیله اسعار را برابر به بانک‌های تجارتی تقسیم می‌کند. ما به حیث نهاد تجارتی از نرسیدن اسعار خارجی مشکل نداریم، زیرا می‌دانیم که در حالت ضروری بانک ملی برای تأمین با اسعار کمک خواهد کرد. همچنین ما می‌دانیم که ذخیره اسعار در کشور به قدر کافی است. بانکداران یک سبب دیگری کمبود دلار را به این وابسته می‌دانند که بانک‌ها از مشتریان با اسعار خارجی کمتر پول دریافت می‌کنند. حالا فروشنده اصلی این اسعار خارجی بانک ملی است. برای جلوگیری از حناتی بعضی از بانک‌ها در فروش دلار محدودیت جاری کردند. برای یک نفر $200 در یک روز. روزهای اخیر بانک ملی مزایده‌های علاوه‌ای را برگزار می‌کند که با استوار شدن وضعیت در بازار مساعدت می‌نماید. به نظر من هنگامه‌ای که در این اواخر به عمل آمده است رفع می شود. با وجود کاهش دلار در تاجیکستان، قرب رسمی آن در برابر سامانی 1% و در بانک‌های تجارتی همگی 3% بالا رفت. بانک ملی قرب اسعار خارجی را شدیداً نظارت می کند و نمی گذارد که دلار قیمت شود. آنه که در تاجیکستان بانک ملی سیاست اسعار خارجی را تنظیم می کند، این برای اقتصاد بازرگانی چندان خوب نیست، ولی در شرایط کنونی تا حد چنین عمل سامانی را از بی‌قرب شوی نجات می دهد. تحلیلگران با اشاره به موسمی بودن بعضی عامل‌ها میگویند وضع بازار اسعار تا آخر ماه می به تنظیم می درآید. اما با فرق از پیش این دفعه تحریم‌های آمریکا بر ضد روسیه وضعیت را پیچیده‌تر کردند. بانک ملی تاجیکستان نیز این عامل را اعتراف می‌کند.